داخل یه عروسی با 4 تا دوستامون سر یه میزی نشسته بودیم. یکی دوستامون بود واقعیت خجالتی بود، گفت بچه‌ها درسته هممون متأهلیم ولی من یه مشکلی دارم روم نمیشه به شما بگم. ما گفتیم بگو شاید راه درمونی داشته باشه. گفت من واقعیت مشکل زود انزالی دارم، خانم من رو همین موضوع رفته درخواست طلاق داده. یکی رفیقامون گفت بابا که مشکلی نیست این قابل رفعه. گفت چطوری؟ یه بسته قرص سیلنافیل یه جیبش در آورد 4 تا داخلش بود، 2 تا داد به این رفیقمو. گفت هر زمانی که خواستی نیتی کار به ذهن زد 20 دقیقه قبل یکی از این قرص بخور خیلی خوب جواب میده. بالاخره عروسی تموم شد و این رفیقمون داشته میرفته سمت خونه، نیت ای کار میزنه به ذهنش یک قرصی ور میداره میخوره، به سته راه یکم وسوسه میشه میگه او یکی هم واقعیت بخورم امشب به این خانم بگم یا من چند پتیره. زمانی که قرص دوم میخوره یه 3-4 دقیقه میگذره متوجه میشه حالش داره بد میشه، خودشو میرسونه به خونه، کلید آور در مندازه میآورد حیاط میشه میبینه خدایا همه چی داره آبی میبینه، درخت سرسبز داره آبی میبینه. سری میره داخل اتاق خواب میبینه خدایا اتاق خواب هم داره آبی میبینه. بعد یه دقیقه خانم وارد میشه میبینه لباس خانم هم آبی، رنگ خانم آبی. میگه خانم جریان چیه؟ من همه چیا دارم آبی میبینم. زنه نگاه چشم شوهرش میکنه میبینه چشما وحشتناک قرمزن. میگه خراب شده چه مصرف کرده؟ یه 2 تا دمپایی ور تو سرش میزنه میبینه نه بابا حالش خرابه. میرن دکتر، به مزی دکتر فشار خونش میگیره میگه برادر خیلی فشار خونت بالایه، تو مگه سابقه فشار خون داری؟ گفته بله آی دکتر من حتی قرص میخورم اینا. گفته مگه امروز قرصان نخورده؟ گفته چرا قرصان خوردم علاوه بر قرصام اینه این 2 تا قرصم خوردم. به محض دکتر قرص سیلنافیلا دیده بود، گفته بود عزیز این قرص قوای جنسیه، ببخشید گردش خون وحشتناک میبرد بالا، برای کسای فشار خون دارن مثل حکم خودکشی میکنه مصرفش. معلوم نیست چه خوبی در حق یکی کرده که خدا ایجا دست تا گرفته. ای جایم رفتی فقط یک گاوی بگیر بکش که خدا ایجا رد داد. خداش